با صحبت رو ادامه میدهیم با هنرمند دیگر که شامل انسمبل دولتی خدمت نشان داده رقصی لاله به نام استاد غفار ولامتزاده است، سرابک رحمانوف. شما چند جمله دیگر در اطراف دنیای هنر تا کنون چی گرفتید از جاده هنر؟ من راستی قریب که تمام استادان صنعت قتی ستونای صنعت قتی کار کردم. استاد شادروان ظفر نازمов، استاد شادروان توای مراد خوشوقتов و حالا در انسمبل رقصی لاله استاد پرده قاسمов. من طی 20 سال شد در این انسمبل کار فعالیت میکنم. با کی همکاری دارید از زمره قلمکشان، از شاعران و در انتخاب متن چگونه دست دارید؟ راستی من بسیارتر از کلاسیکان میسرایم و از شاعران معاصرم از استاد محمد غایب، استاد نورالله عارفov، بسیار شاعران معاصرم همکاری دارید؟ بله بله. یاری رامشگران انسمبل در وقت سرود خواندن با شما چگونه است؟ چگونه همکاری دارید؟ راستی موسیقی نوازانم بهترین خیال کنم که بهترین موسیقی نوازان در انسمبل دولتی ما هستند، در انسمبل ما هستند و چی سرود چی آهنگ یا از کلاسیکا باشد یا از معاصر یا زمانوی باشد از همه عهده این سرودها میبرایند. خب سرابک رحمانوف میتواند که گفته باشد یعنی شما صنفخانه مکتب خود را ساخته در جاده هنر و یا نه؟ خیال کنم اینا مردم بها باید. من اینا بها دادن نمیتونم که تا کدام درجه من صنعت خودم را با مردم پیشکش کردم، نشون دادم و اینا مردم خودش بها میتید. بله بله. خب ببینید مثلا امروز هنرمندان جوان بیشتر کوشش میکنند گرچنده که شمارشان کم هم باشد در انتخاب این گونه متن ها، ولی مثلا کوشش میکنند که متن هایی را سرایند که خب خراب هستند، متن هایی که در واقع مضمون خوب ندارند و بیگمان به حقیقت بگوییم که عمر این گونه سرودها خیلی کوتاه است. بله بله. شما چگونه مثلا بهاگذاری میکنید؟ چی توصیه میدهید به هنرمندان جوان در انتخاب متن، در انتخاب آهنگ؟ سرایندگانی که نو روی صحنه آمدند، من یک چیز فقط حس میکنم که همین آهنگاشون همه بوی هندوستان میکنند، بوی افغانستان میکنند. اگر میشد که بوی تاجیکی کند آهنگاشون و شعراشون هم من شعرهای شاعران معاصری خودمان بسیار چیزای خوب مینویسند. بگذار که از اینا استفاده برنده آهنگهای تاجیکی بگذار که با اسبابهای برقی باشد، بسیار صداش خوب میبراید. در حقیقت بسیار یک پرسشی بسیار با مورد دادید. من از همین برنامه فضا همین خیلی خواهش دارم که اگر هنرمندانی که با مضمون بلند سرود میخونند، سرود و مثال غزل ها میسرند، اگر همین بسیارتر به همین برنامه ها تکلیف میکردن، البته آهسته آهسته این سبکخوانی ها و فکری من که از بین میره و در ما چقدر که مگر لازم باشد میخوین استادا همه هستند، همونا بیان یک سرودای بلند مضمون اگر خونند انشاءالله این کمبودی ها از بین میره. بله بله. خب صحتمند باشد و مقصد تهیه برنامه فضای تلویزیون هم و دیگر برنامه های عموما تلویزیون های وطنی همین است که خب صنعت رشد کند، هنرمندان جوان سرودهای بسیار هم بلند مضمون ایجاد کنند، مثل ابرمردان صنعت تاجیک به مثال استاد نهاشم و استاد ظفر نازم و خب اکا شریف جورایف و ده ها هنرمندان دیگر که تا کنون نامشان به نیکی مانده است و به نیکی یاد میکنیم. خب صحتمند باشید و به برنامه فضا چند سرود آوردید؟ منم دو سرود آوردم. شعر استاد محمد غایب، آهنگ میرالیف بر وصف پیشوا، همین سروده میسرایید. بله. خب صحتمند باشید و عزیزان دل، هم دیران گرامی قدر، بازم نوبت آن فرا رسیده است که ترانه دوم را در همین دقیقه های برنامه یک جای بشنویم و سرابک رحمانوف آماده است همراه رامشگران انسمبل دولتی خدمت نشان داده رقصی لاله به نام استاد غفار ولامتزاده ترانه را پیشنهاد کند.
ها در کمانی دیده ها چون تیرها خفتند همه در لب مجلسگاه چون تصویرها خفتند همه جنبت کسی در جای هیکل گشته را ماند همه جنبت کسی در جای هیکل گشته را ماند زی خوابی این همه تقدیرها تدبیرها خفتند زی خوابی این همه تقدیرها تدبیرها خفتند نفسها در گلوها بسته و آوازها بندی غم آزاد است و میماند و زندانی فرهمندی زی طرحی روی های را کنده میتوان اشتاد بزر از هم دیگر طلابی و سختی و دربندی سخن گفتی وطن گفتی رازی باید جانی من گفتی زی حفظی هستی ملتی تقدیری وطن گفتی فدا سازم در این رهلازی باید جانی من گفتی فشار از هر طرف تهدید مرگاور ندارد آدم بر آدم در روزی بدباور سیاست بازی بسیار دشوار است آسان است سیاست بازی بسیار دشوار است آسان است جوابی پرسشی بازیگران را دادنی داور جوابی پرسشی بازیگران را دادنی داور سخن گفتی وطن گفتی رازی باید جانی من گفتی زی حفظی هستی ملتی تقدیری وطن گفتی فدا سازم در این رهنازی باید جانی من گفتی شود تا مشکل آسان رو به درگاهی خدا کردی لوای ملک خود را اشک ریزان بوسه ها کردی نه تنها خویش را بیگانه را هم آشنا کردی نه تنها خویش را بیگانه را هم آشنا کردی حوادت باور اهدت وفا خرز ادا کردی
حلالت بار فرزند ادو اهدت وفا کردی سخن گفتی وطن گفتی رازی ناید جانی من گفتی زی هستی ملت زی تقدیری وطن گفتی فدا سازم در این رهلازی ناید جانی من گفتی فدا سازم در این رهلازی ناید جانی من گفتی خب خسته نباشید دوستان عزیز، ادامه دارد برنامه فضا شامی بهاری شامی ولامتزاده که یک مرتبه دیگر ایشان را خیر مقدم میگویم. بسیار تشکر که آمدید و در مورد با ساز موسیقی سنتی سرود خواندن در مورد راحت بخشی آن چند جمله شما حرف بزنید. سلامت باشید. راستی از اوان خوردی که با اسباب رباب و وقتا ягон хел шароити доира чӣ набуд, доира навоз набуд ё ягон мусиқӣ навози дигар набуд, бо ҳам як рубоб тамоми хурсандиҳои мардума аз овони кӯдакӣ мегузарондум. рости то ҳол ҳамин хаёл мекунам ки ҳамин як асбоб дар дастам бошад, иншолло ки тамоми хурсандиҳоро ҳамин бе ягон асбоби дигар ҳамин ба асбоб қити мардума хурсанд мегардад. яъне ки баробари суруд хондан навозиш кардан ин роҳат бахш бале бале бале. خب تشکر زیاد و ترانه‌ای که الحال پیشنهاد بیننده ما میگرداند خب چی نام دارد؟ شعر با قلم کی است؟ آهنگ کی است؟ غزل با قلم کمال خوجندی و آهنگ استاد بازار شمسوف. همینه با صحنه بینندگان تلویزیون میرسانم. خب صحتمند باشید. بسیار تشکر و همدیار عزیز دوستان خوب و نازنین، ما با فرجام برنامه فضای این شامینه تلویزیون سفینه رسیدیم. فقط تمنای آن را میکنیم که شادی در کنار شما باشد، همیشه بخندید، در فضای صلح و ثبات و استقلالیت وطن عزیزمون تاجیکستان بیشت آسا، تاجیکستان بجان و دل برابر زندگی کنیم و احترامگوی همدیگر باشیم. این انجام برنامه این شامینه فضای تلویزیونی سفینه است با سرود انجامی که از جانب سرابک رحمانوف پیشنهاد میگردد. با شما خیر میگویم تا دیدار دیگر. مرحمت. غیری تو هم خانه کسی نیست، در سینم مرا غیری تو هم خانه کسی نیست. بر از برون از دلی دیوانه کسی نیست، بر از برون از دلی دیوانه کسی نیست. از چی بطنگ است زی اغیار که امروز، دل از چی بطنگ است زی اغیار که امروز. جز یار در این منزلی ویرانه کسی نیست، جز یار در این منزلی ویرانه کسی نیست. در دیده توی مردم مکان روزی که پوشی
در خانه چوست مردمی بگانه کسی نیست دردی در توی مردم مکارخسی که پوشی در خانه چوست مردمی بگانه کسی نیست امروز که آشی زی تو خورسد بسوزست امروز که آشی زی تو خورسد بسوزست برشم چی گیریم که پروانه کسی نیست برشم چی گیریم که پروانه کسی نیست از لبی ساقی که در این دو اینوش کمان از لبی ساقی که در این دوره مسته چطور به ساغرو پیمانه کسی نیست مسته چطور به ساغرو حیوانه کسی نیست در سینم مرا غیری تو هم خانه کسی نیست بر هست برو از دلی دیوانه کسی نیست بر هست برو از دلی دیوانه کسی نیست بر هست برو از دلی دیوانه کسی آفرین بسیار تشکر سلامت باشید